میگه به یاد ندارم از وقتی به دنیا اومدم خودمو شناختم تا الان که 38 سالمه 2 تا بچه دارم، پدر و مادرم به 4 تا خواهر برادر دیگه هم چیزی گفته باشن فقط به من زهرا بیا، زهرا ببر، زهرا بشور، زهرا نمیدونم غذا بذار، زهرا نمیدونم اینجوری. میگه همش منم نه نیاوردم از اون اول گوش میکردم. الان متأهلم، در 12 سال متأهلم، هنوزم که هنوز زنگ میزنه زهرا داداشت اومده بیا نهار بذار، زهرا بیا منو بر دکتر، زهرا دفترچه بیمه‌ام تموم شده، هر روز 2 بار سر میزنم. گفت حرفت چیه؟ سوالت چیه؟ گفت حاج آقا اجازه دارم الان برم داداش آبجامو جمع کنم، 4 تا دیگه هستن، بگم من میخوام دیگه استعفا بدم، خسته شدم، میخوام بچه تربیت کنم، این خودم شما برسید. گفت این کارو کردی؟ گفت نه. گفت تصمیمشو دارم، من از شما اجازه بگیرم. گفت خانم این کارو نکن. گفت چرا؟ گفت خانم خوش به حالت 3 بار، خانم خوش به حالت، خانم خوش به حالت. گفت مگه حدیث امام حسین رو نشنیدی؟ گفت کدوم حدیث؟ و حدیث خوند، منم واسه شما میخونم. آی اونایی که کار پدر مادر گردنتونه، آی اونایی که پدر مادری دارید که زمینگی، آگاه باشید که خواسته ها و نیازهای اطرافیانتان دور بریات داخل پرانتز خصوصا پدر مادر نعمت خداست که خدا میخواد به شما بده. اگر از نعمت خدا ناراحتی خدا به کسی دیگه میده. و تو تفسیرش گفت استاد، گفت خانم اینو بدون، خدا کسی رو انتخاب کنه، خدا کسی رو انتخاب کنه تا نعمت رو در حقش تموم کنه، کار پدر مادر گردن اون میندازه، منتظر نعمات خدا باش. گفت تو چیه؟ گفت یا تو رزق و مالته، یا تو بخت و نصفته، تو همین دنیا اونورم نیست، همش هم همینجاست، یا تو عاقبت به خیریته، یا تو علم و کمالاتته، منتظر باش ببین به تو چیزی میده که خواهر برادر نخواهد داد. خوش به حال اون کسی کار پدر مادر گردنشه.